بلینگام، یه پاس خوب، فرصت، مسافه تک به تک وینیسیوس با اینکی پنیا. وینیسیوس برنده این مسافه با گل اول رئال مادرید به ثمر میرسه. وینیسیوس جونیور چه اشتباهی در آفساید گیری، در مارکینگ، و حالا وینیسیوس بازی رو 1-0 میکنه. اینجا ببینید توپی که به این شکل ربوده شد و بلینگام از بین دو تا بازیکن، اصلا آفساید نبود که هیچی. اشتباه کنده در مارکینگ وینیسیوس و این حرکت و این ضربه، در نهایت دروازه باز میشه و وینیسیوس موفق میشه این کار رو انجام بده. یه حرکت رو به جلو، بازم آفساید نیست، حرکت میکنه رودریگو به سمت دروازه، تک به تک پاس میده به وینیسیوس و اینم گل دوم. گل دوم و رئال 2 بارسلونا 0. وینیسیوس خودش رو 2 گله میکنه و رئال رو 2 گله میکنه. بارسلونا از هم پاشیده و نمیدونن دارن چی کار میکنن. یه فرار دیگه و یه گل دیگه برای رئال. اشتباه در مقابل رئال. تنبیه داره برای تیمایی که این اشتباه انجام میدن. با هم دیگه ببینیم این پاسی که آفساید به نظرم اصلا نبود، چون از زمین خودی شروع کرد رودریگو و این حرکت رو انجام داد و این پاس هم داد و به این شکل دروازه باز شد. این ترتیب وینیسیوس موفق شد دروازه رو باز بکنه و حالا رئال 2 بارسا 0. از راست به چپ و از چپ به راست سویچ میشن تا یه روزنه باز بشه، بتونن خودشون نزدیک کنن به سمت دروازه رئال مادرید. اما خیلی خوب تیم کارلو آنجلوتی داره بازی رو مدیریت میکنه. حالا تو میره به سمت راست، فران تورز یه نفر مقابلش عقب‌تر برای پدری داور اشاره میکنه کار میتونه دنبال بشه. خود پدری انتقال بازی به سمت چپ، وارد محوطه جریمه شده، الخاندرو بالده میکاره برای گندوقان رو پای چپش، دوباره خود بالده هم داره موقعیت برای بارسلونا، ارسال روی دروازه خطرناکه، فرلان مندی توپو برمیگردن. حالا لواندوفسکی چه گلی! گل به ثمر میرسه. روبرت لواندوفسکی حساب کار میشه 2. چه والی زد آرل 9. این بار بارسلونا تونست یکی از گل‌ها رو جبران کنه. با هم ببینیم چه اتفاقی افتاد. اینجا ضربه سر رو زد فرلان مندی، هیچ کسی مراقب لواندوفسکی نبود، خیلی خوب زد. تو زد محکم. لونین هم نتونست عکس العمل خیلی جالبی نشون بده، هرچند که زاویه دیدش هم مناسب نبود. تو به دستانش برخورد کردم و رفت به قعر دروازه رئال مادرید. آن تصویر رسه ما نشون میده چی شده. این ارسال شوامنی روی دروازه بوده و این به این شکل پنالتی گرفته برای رئال مادرید. آراوخو به این شکل پنالتی داده. چه فشاری انداخت روی وینیسیوس، یهو کارت زرد هم حتی گرفت. این چی کار میکنه با این ضربه؟ وینیسیوس حرکت میکنه، ضربه رو میزنه و هتریک میکنه وینی جونیور و بازی میشه 3-1 به سود رئال مادرید. بارسا جبران کرد اما رئال دوباره یکی دیگه زد و حالا بازی 3-1. اینکی پنیا رفت به سمت توپ اما نتونست بگیره، محکم زد و پر سرعت وینی جونیور. فده والورده نگاه میکنه ببینه انتخاباش چیان. وینیسیوس رو انتخاب میکنه، موقعیت برای رئال مادرید. وینیسیوس داخل محوطه پاس میده همونو رودریگو و این هم گل 4م و یک برزیلی دیگه گل میزنه. حالا رودریگو بازی رو 4-1 میکنه. رئال 4 بارسلونا 1. این حرکت والورده که وسط زمین تو برام نگه داشت خیلی مهم بوده و آخر سرم انتخاب خوبی که داشت و در نهایت پاس خوبی که وینیسیوس داد به رودریگو، در واقع داد به بلینگام که حالا اتفاقی رسید به رودریگو، ولی خب انتخاب خوبی داشت که بین دو تا بازیکن پاس داد وینیسیوس. واقعا شب خیلی تلخی رو سپری داره میکنه کنده.